رحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما وطندارای نازنین عزیز. خدا کنه که در هر نقطه دنیا که هستین خوب و جور و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین و در هر گوشه ای از این کره خاکی که هستین و برنامه ما احمد نوید حیدری را تماشا میکنین، نگاه نو را تماشا میکنین. همینطور میگم همیشه نانتان گرم و آبتان سرد باشه. امروز احمد نوید حیدری باز با یک گزارش دیگر در خدمت شما هست. اومده منطقه پل سوخته، امی سرک که جدید جور شده بین پل سرخ و پل سوخته. خواستم این سرک را برای شما به تصویر بکشم که نام خدا چی یک سرک ساختن و چی یک سرک زیبایی است که معیاری، واقعا با کیفیت و خیلی هم زیبا. بخصوص از طرف شب وقتی که بغلای جدول می چراغاش روشن میشه یک نمود دیگه و یک کیفیت دیگه داره. و کبیر جان از طرف شب اجازه نداره، اگر نیم از طرف شب هم یک دفعه میارم که اینمی تصویرهای از اینمی چراغا رو برای شما بگیره که شما ببینین که چقدر مزه‌دار است و چقدر کیف میکنه که آدم میبینه. شار آدم زیبا میشه و خیلی هم لذت بخش است. و یک چیز دیگه که کابل، افغانستان، بخصوص شهر کابل میزبان خیلی از وطندارا و مهاجرین ما بود که هم از طرف پاکستان اومدن و هم از طرف ایران اومدن و نفوس واقعا خیلی زیاد شده و تعداد موترها هم زیاد هست و ازدحام و بیروبار و اینا و اینمی سرکا باعث میشه که ازدحام کم شوه، وطندارای ما سهولت براشون ایجاد شوه، شهر ما آباد شوه. و این سرک را که ما نگاه میکنیم، اینمی مسیر که ببینیم، این مسیر ببینین که از پل سرخ وقتی میایم و شما باید اون تو دوره میکنیم از راه گلویی دواخانه با رابندی میرسیم به پل سرخ، ولی حال فعلا هم تو مستقیم میبره پل سرخ و راه 15 دقیقه‌ای و 10 دقیقه‌ای را 2 دقیقه‌ای ساخته. در 2 دقیقه نام خدا سرکا می تو سرکایی است که هیچ رابندی نداره و همه تو خوب آزاد است. 2 قطار تا 3 قطار موتر میتونن درش بره. خواستم امروز از این محل براتون یک تصویر داشته باشم، صحبت‌های مردم از این محل داشته باشم، رضایت مردم را داشته باشم و یگان تصویر خاص از این داشته باشم که ببینین شما که چقدر نام خدای زیبا شده و چی کیف میکنه. ما را بیننده باشین. من صحبت‌های خود را به خیر آغاز میکنم. نگاه نو را ببینین که امروز چی دارم براتون. کجا روان بدین بخیر؟ ما میرم فاتحه. خب فاتحه میرین؟ بله. وقت نیست یک ذره؟ نه چون دیرم شده. خب باید برم کار کنم. خب با کار کردن میری؟ خدا خیرت بده. سلامت. آدم اینمی دوست و نموز که دینم تو شرایط برای دیگه کتی. بله بله بله. دوروسی کلگی میره. بله. اما درست نه؟ درسته. خدا کمتون نکنه. چی مصروفیت دارین بدون از؟ بدون از خیاط است دارم. خیلی می‌بینی. اردویش خدمت است، خیاطی هم خودش خدمت است. زنده باشی. ما امروز موضوع ما امی آبادی شهر و امی سرکایی که ساخته شده هست. چقدر بخصوص امی سرک یا سرکایی که ساخته میشه برای مردم افغانستان مفید هست؟ این سرک واقعا ما امیال از اون قسمت می آمد می طرف قبلا که بود یک دمیر از سبوتینمی بود سرکش، یعنی دیگه سرک اونجا گفته میشد. بعد خیلی یک دو تا دستک مانده بودم، مردم موتر رد میشد، ولی دفعه که ما چی کردم گفتم والا چقدر خوب شد، سهولت شد بر مردم. درست خانه مردم چپه شد ولی راه آبادی شد. خیر ببینی مردم در سهولت شد. خیر ببینی میگن که مسجد را شهید بساز خورا را آباد بود. بله بله. راه مهمتر است. بله. و ای که مثل ازی به صدا سرکای دیگه ساخته میشه، این برای مردم ما بسیار فایده داره دیگه. بله خیلی زیاد. واقعا
خب ما مسافرم بودم خیلی سال نبودم در کشور به شک بخدا. دیگه ما کال یگان جا خصوصا نمیدونم کدام قسمت رفته بودم مثلا ما هم استاد پرسان که استاد کتون همیشه کجاست اشتباه کردی بیخیر. چون واقعا آبادی زیاد شده خیلی خوب است خدا خیرشان بده دیگه یک چیز است که فعلا مردم مصروفیت کم شده کار کم شده واقعا کار خیلی کم شده این هم انشالله روز به روز جور میشه. خواهی طور است که می پته و پته است نه؟ بله 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 از پته اول در پته دوام خیز زدن نمیتونیم که نه. شهرم جور شود کاروبارم فکس باشه مردم هم روزی واقعا. باشه. روزی ساختن به خصوص مردم ما شما بسیار مشکل هست. مشکل است قبول واقعا. داره نه؟ بله بله دیگه انشالله با امید روزه که همین کاروبار هم خوب شود بخیر. با امید روزه که همین آبادی هم جور شود. شهر ما هم تو شهر باشه که اروپایی دیگه چی میگن چرا؟ مقایسه شود. اصلا از اروپا که باید خیلی بالا شود خیلی ببینید. چون افغانستان ما خیلی معدن‌ها داره واقعا جوانای ما خیلی کارکن درس خوان یعنی واقعا اگر که یک دلسوز که باشه کشور ما از کشور اروپایی ها کده خیلی خوبتر دقیقاً میشه انشالله که دلسوزش را پیدا کردیم. فقط یک مدت زمان باید حوصله بکنیم که دیگه شهر ما بخیر به بهترین وجهش جور شود. بله. کیفیت سرک را چگونه دیدی؟ کیفیت سرک خیلی خوب است عالی است خیلی خوب واقعا حالا همین سرک ما چون در خیلی جا مسیرم نمیخوره همینجا یگان دفعه میخوره ما اون روزم از پلسور آمدم که دوستا کلمتاش گفتم این سرک چقدر خوب شده خیر ببینی. هم خیلی خوب است کیفیت چون خوب راه را است نزدیک راه را کرده. اگه نزدیک باید یک دور کلان از بله برید واقعا بله نمیزدن. بله واقعا است خدا کمتون نکنه. چی سلامت پیام باشید. گفتنی برای وطندارای ما داریم؟ شکر که وطندارای ما جور هستن آرام باشن موفق معید در سر زندگی خودان باشه دیگه وقت خوش برشان میخوایم خدا کمتون نکنه. خدا نگهدار. روز خوب خوش داشته زنده باشین. باشین. اگر کمک لازم داره که ما و کبیر جانم بیاییم. سلامت باشین. خدا کمتون نکنه. خدمت زنده و سلامت باشین. یک جان تشکر. صحبت‌های برادر ما را داشتیم که چی صحبت‌های شیرین داشتن. واقعا هم که همین تو سرکا، همین ساختمانا، همین بازسازی‌ها، همین دل آدم را شاد می‌سازه و آدم را خیلی خوشحال می‌سازه. این برادرم مسافر بود و از مسافریت برگشته. حال می‌بینه که واقعا شهر کابل از یک چهره به چهره جدید تبدیل شده. یعنی ما که میگم نگاه نو یعنی بخیر به زودترین فرصت افغانستانم را و به خصوص کابل ما را با یک چهره جدید و با یک نگاه نو می‌بینیم. ما را بیننده باشین که دیگه چی صحبت‌ها داریم. سلام علیکم. پدر جان صبحتون بخیر. خیر خیرت بخیر هستین؟ خیرتی است؟ چی حال دارین؟ سلامت باشم. همه تو نام خدا در فکر کجا روان بودی؟ سمت دانشگاه میرم. آفرین. چی میخونی؟ این چه کام انجینری انجینری. بله. کدام پانتون؟ کامپیوتر ساینس انجینری کامپیوتر ساینس کو پانتون قرجستان. ماشاءالله ماشاءالله. سال چندم است بخیر؟ سال اول است. خود تازه است دیگه. تازه. از امو خاطر درش دید که مگه چرت زدی؟ چرت زده بله. فعلا خب عمومی میخوره نه؟ بله عمومی میخوانیم. دقیقاً. خدا بله. کمتون نکنه خیر نصیبتون. چطور پیش میره درسا؟ خوب است خوب است. فعلا مسیر کمالایش است. همیشه میره است. امیر است بله. چطور شده سرک؟ خوب است سرک. حالا دیگه سهولت شده برای مردم. خیلی ببینیم. بله. ما موضوع امروز ما هم همین آبادی است. باش مینی طرف استاد شام. موضوع ما باشه کمک ما چون همین 2 دقیقه یک بله. صحبت میکنیم. که ما شما دیر رفتیم بعد یک دقیقه دیگه هم دیرتر. موضوع ما هم امروز به خاطر از این بازسازی و سرکاست. چقدر سرکا سهولت ایجاد میکنه برای مردم و چی فایده های دیگه داره؟ برای مردم خیلی سهولت ایجاد میکنه. از ببین راهبندی نیست الان. در زمان یک سرک بود چقدر راهبندی بود. خیلی ببینیم. یک مسیر نزدیک شده پل سرخ و مثلا چی ساخته. پل ساخته مسیر خیلی نزدیک ساخته ای بر مردم خیلی سهولت شده است بله این بعض کسا راضی نیست میگن نه فعلا کار نیست سرک چرا آباد میشه. به نظر من کار با سرک هیچ ربط نداره. این مربوطی آینده میشه. خب خیلی آبی برای آینده است. این برای فعلا خب درست است که مثلا کار نیست اما آینده برای آینده برای مردم خیلی سهولت است. خیلی مثلا
در نقشه وقتی باشه مثلا بر مردم خیلی سهولت از هر نگاه میشه شهر ما زیبا میشه. شهر ما زیبا همین میشه. یک کسی که توریستایی که میای میبینن که واقعا که افغانستان بله، هم ها. تو سرکای معیاری و بله، از بله. استاندارد داره. 100%. خدا کمتون نکنه. قربان شما. عجله دارین دیگه، من زیاد وقتتون نمیگیرم. روز خوب و خوش داشته باشین. خداحافظتان. بخیر باشین. سلام علیکم. بیادر مانده نباشین. خوب است انشالله. بخیر هستی؟ خیر است، سلام. جان جور است. خدا رو شکر. چیول داری؟ خدا رو شکر. گوش کیار زدی خودت صدای مرا میشنوی نمیشنوی؟ نه شد میشنم. تو میتونم بسته که خطا خوردن. چیول داری؟ خوب است باش. انشالله. کجا روان بودی تو مکش؟ توزیع علمی خاتم نبی. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. چی وظیفه داری اونجا؟ فعلا اونجا قبلا درس میخوندم. خب حالا از اونجا درس نمیخونم، یک چند تا کتاب مونده اونا رو برمی‌دارم ما رو بخیر مدرسه ما نظام ماشاءالله. دیگه از این صبح که برای مصروف هستی تا شام. تا شام. خوب کار میکنی. همین جوانای ما که مصروف باشن، بخصوص مصروف درس و تحصیل باشن، آدم خیلی خوشحال میشه. آره دیگه بیکاری انسان نجات پیدا میکنه. دیگه از مسائل روانی بی‌غم میشه. دیگر مثلا از نگاه اقتصاد فکرش آرام میشه. خیر ببینید. رایش هست از نگاه معنویت خوب میشه، از بیکاری گشت گذاری الکترونیک بی‌غم. موضوع امروز ما سر از این سرک هایی که ساخته میشه. درباره از این آبادیایی که میشه، بخصوص همین سرک که جور شده تازه. دزی بار سرک الحمدلله خدا رو شکر سرک‌ها در حال ساخت سازه و این یک کاری خوبی است کلا برای مردم خدمتیه، برای موتروانا و برای شهروندان در کل خوبه. و همچنین این سرک فعلا جور شده، شما خبر دارین و قبلا هم می‌دونستین که اون سرک از اون طرف ما را بندون بود، شلوغ بود که مثلا سرکش خراب بود. یک فعلا ساخته شده برای مردم یک راحتی جور شده الحمدلله. و همچنین سرک‌های دیگه که در حال ساخت است و خدمت برای مردمه. و عیبی که در از این سرک سازی خیلی دیر ساخته میشه متاسفانه، که سرک‌ها دیر ساخته میشه از زمستان که پیش روی مومنه و همینطوری سرک خراب میشه، مردم در تکلیف میمونه. زمستان دلیلش این است که سرک در زمستان درست جور نمیشه و چون بارندگی میباشه، هوا سرد میباشه یا قیر یا خود می کنکریت صحیح بسته نمیشه و معیاریش همون است که همیشه در هوای گرم سرک سازی شود. این دیگه انجینیرهای ما زیادتر میفهمن، میگه هر کی رو برای کار ساختن، ما دویش زیاد دخالت نمیکنیم. خب زمستان که متوقف میباشه یگانه دلیلش همین است که کیفیتش پایین میاد، باز به اون خاطر منتظر میشینن که بهار شود. ولی ای که بخیر این سرک برچی هم جور میشه دست است که بخیر رو هم جور شود، چون همین فعلا بسیار خورده است نه. بله بله ان شاء الله اونم جور میشه ان شاء الله زودتر جور شه خوبه، چون این سرک برچی که خیلی شلوغه خیلی باریکه تنگه و این ساخته شده خیلی خوبه. همچنان که همین سرک 20 متر کی طرف ساخته شده بسیار خوب شده. همین سرک‌های ساخته شده دمی برچی خود تقریبا 4 سرک ما شاهد هستیم که نام خدا بچی وجه احسان ساخته. بسیار خوبم جور شده، خیلی خدمت بزرگ کرده نکنه. چی گفتنی و پیام برای وطن دارای ما داریم؟ گفتنی هم اینمی است که در سرک الحمدلله ساخته میشه و این سرک نیاز به محافظت داره، خیر نیاز به تمیزی داره و بعض جا انسان میبینه که سرک تازه ساخته شده رویش کاغذ پرت کرده، آشغال پرت کرده. اینا را پیام ماییه که از این کارا اجتناب. یک پیام دیگه هم برای دوستای ما بده که سرکایی که ساخته شده مثلا همین جدولا موانعکایی که جور کردن نارنجی استاد از پایگاکا اینا میاره دزدی میکنن میبرن. یک پیام هم برای زنمو مردم داشته باش که ببینید چرا میبرن. پیام ببینید اینا مال بیت المال، خیر مال بیت المال هم حق یک نفر یا دو نفر نیست. این پیام خطرناک داره برای آخرت انسان، همچنین برای جامعه انسان. چیزای زشته برای مثلا یاد میده برای اطفال کودکان. همین یک صدایش پخش که فلانی مثلا شی دزدی شد، یک نکته منفی در ذهن جوانان میده، یعنی یک هول میده انسان که مثلا ما می کارو بکنیم. دقیقاً ما هم خواستم که برادرم چون یگان وقت هیئت رهبری هم میره و بیت هم میره و مدرسه هم میره و زیارت هم میره و اینا درس هم میخونه و به خاطر از این خواستم که می جنبه و بود اسلامیش هم ازتون پرسان بکنم. خداوند کمتون نکنه. خیلی خوشحال شدیم، یک جان تشکر میکنیم. زنده و سلامت باشید. صحبت های خدا می داشته باشیم وطندارای نازنین، ما را بیننده باشید.
بخیر هستید؟ خیریتی است؟ بخیر است. خدا کمتون نکنه. چی حال کارتون دارین؟ نمیکنه فعلا. صبحتون بخیر. صبح شما هم جناب. خوب بخیر هستید؟ هستید؟ خدا جان کمتون جان. نکنه. خیر نصیب باشید. کنه. کجا بخیر روان بودین؟ ما وظیفه میرم. دولتی است، شخصی است؟ شخصی است. خب خیر چی کار میکنی؟ چون دولتی باشه باز میگم دیگه مصلحت نیست که از آن راز پرده برداریم. اون دیگه باشه هم تو راز باشه. اینکه شخصی است بگوین چی مصرفیت دارین، چی کاروبار میکنین. ضرور است بگویم. نه اگه نیست دیگه نگوین. بیار نمیگم. توکل به خدا. توکل به خدا. ما موضوع برنامه ما امروز می ساخت و ساز هست و سرکایی که ساخته میشه، آبادیایی که میشه در شهر. چقدر بر شهر مفید هست و برای وطندارای ما چی فایده هایی داره؟ برای فعلا چیزی که چی است همی موزلی که کم ذره جدی است همی کمبود مسکن است نه. خیر ببینید. از همون خاطر بسیار مناسب است که ساخت ساز یک مقدار تا حد زیادی باید آزاد شود خیر ببینید. که همی بحران مدیریت شود نه. فعلا خب 3 طبقه اجازه دادن نه؟ بله. هر کس میتونه 3 طبقه آباد بکنه و یکی سرک‌ها ساخته میشه چقدر برای مردم فایده داره؟ سرک خصوص همین سرک. سرک نفع خود داره دیگه. ما شما عملا میبینیم که از ازدحام میتونه که چی شوه ازدحام کم کنه. دقیقاً. بسیار مفید واقع میشه. سرک نفع خود داره دیگه. مسیر خودت هم همیشه می سرک است؟ ما قبلا در موتر میرفتم. خب. از وقتی که این سرک درست شده پخته شده نه پیاده ما می. پیاده میرم از بشکل. پلیس نقطه تا پلیس سرخه 10-12 دقیقه راست. بشه. دیگه بهتر هم است که 1-4 قدم پیاده بریم. من گفتم که قبلا باید اونو تو دوره میکردن از روی گلویی دو راهبندی بود، مشکلات بود، جنجال بود، ولی فعلا این مشکل حل شده. دیگه حتی میشه که مسیر آدم پیاده بره نزد موتر نیست. خیر ببینیم. من هم خواستم امروز رضایت مردم را از این سرک‌ها و از این آبادی‌ها دریافت بکنم که مردم 100% راضی است. مردم در بازسازی، در آبادی، در این کارا مردم خوش است، به نفع مردم است. خیر ببینیم. دیگه بهتر از این نمیشه دیگه. اینمی یک نوع فعالیت است، خدمت است. دقیقاً. انکشاف حالا این است، مسیری ترقی که است. ساخته شده بله. مسیر مثلا 15 دقیقه و 20 دقیقه در 2 دقیقه موتر بسیار با آسانی طی میکنه. نه تا خب درست. مسیری که من میرم خب موتر لازم نیست، نیاز نیست نه. خیر ببینیم. ولی برای کسی که در موتر میره، شهر میره، بازم برای شما بسیار خوب شده دیگه. در کل ساخت و ساز بسیار خوب است، بسیار پیشرفت چشمگیر وجود داره در قسمت ساخت و ساز. دیگه مشکل خیلی بخیر مردم سرک برچی هم دیگه در این فرصت حتما چندین ساخته جایش میشه. چندین سرک‌های اتصالی کارش عملا جریان داره، چند تاش تکمیل شده دیگه. به شدت واسازی جریان داره خدا دیگه. کمتون نکنه. آه، سلامت خیلی باشید. خوشحال شدیم. چی پیام گفتنی برای وطندارا دارین؟ برای کسایی که حفظ مراقبت از سرک‌ها بکنن. این سرک خود دولت ساخته. بله. ولی خود نگاه رو باید ما بکنیم. ما باید محافظتش در بکنیم. قسمت حفظ و مراقبت سرک ملت سرک از خود بدانه. سرک به شدت مراقبت کنه، هر آن چیزی که در توانشان است دیگه حداقل برای سرک چی کنه، موانع ایجاد نکنه حداقل. خیلی صحیح؟ ببینی. بعضی کسا ما دیدیم می جدولایی که در بین سرک هست، موانعی که مثلا در پل سرخ ساخته بله. بسیار با یک شیوه خوبش موانع جور کرده. اونم پایگکای از اونمو را تا میبرن. این کارشان خوب نیست. ما خود ندیدم، شاید بسیار موارد نادر اتفاق بیفته، ولی اگر بیفته کار خوب نیست. خیلی ببینی. باید مردم به شدت از این چی سرمایه ملی مراقبت کنه، مردم سهم خود بگیره، در قسمت حفظ و مراقبتش میتونه مفید واقع شود. دقیقاً. دیگه در کل نقش مردم باید یک مقدار واضح و روشن باشه در قسمت خیلی ها. ببینیم. این سرک هم برای ما هست، ما هم استفاده میکنیم، پس باید که محافظت هم خودمون بکنیم. حتما در خداوند قسمت کمتون حفظ نکنه. مراقبتش باید یک مردم جان به شدت تشکر. سهم بگیره، همکاری زنده و کنه سلامت با این باشید. مورد. خداوند سلامت کمتون باشید، نکنه. روزتون خوش. روز بخیر خوب و باشید. خوش داشته زنده باشید. باشید. بخیر سلامت. باشید. یک جان تشکر. صحبت های خود را داشتیم وطندارای نازنین. وطندارای ما زیادشان و می فکر هستند که باید ما و شما از این محافظت بکنیم و خیلی ها مردم خوشحال هستند، به خصوص این سرکی که بین پل سوخته و پل سرخ ساخته شده. این خیلی ها مفید هست و خیلی بر مردم سهولت ایجاد کرده و مطمئن هستم سرکایی که ساخته میشه مردم هم راضی هستن و هم خیلی بر مردم سهولت هست. من جا داره از طرف ملت خود افغانستان یک تشکری خاص از شاروال کابل بکنم، از رئیس صاحب بکنم که اینقدر زحمت میکشن، تلاش میکنن تا ما راحت باشیم و کارهای بسیار اساسی و بنیادی و بسیار هم کارهای محکم و درست و معیاری انجام میده. خدا کنه که برنامه تا ایدم هم مورد پسندتان قرار گرفته باشه، ما را بیننده باشین که دیگه چی صحبت داریم.
چی حال داری؟ شکر زنده چطور از کارو بده؟ شکر از خدا مهربانه. صبح را چطور آغاز کردی؟ حالا صبح بسیار به گل آغاز کردیم همه دیگه. تو قد گل همه تو پر انرژی آغاز حالا کردی. که پر انرژی به شک به شک. چطور از کارهای گل چطوره؟ خوب است. فعلا سر سرک یک بار صحبت میکنیم. باز همه تو میریم داخل گلایت هم میبینیم. درست است. همین سرک که جور شده، همین سرک که تازه ساخته شده، این چقدر سهولت به مردم ایجاد کرده؟ کیفیتش چطور است و مردم چقدر رضایت داره؟ حالا این سرک است تا که سرک جواب شود سرک جور شود بسیار سهولت زیاد میشه و دیگه مردم رفت آمد زیاد میشه دیگه آبادی زیاد میشه دیگه اینمی سهولتی است که فهمیدیم با مردم افغانستان آرامی خیر ببینی. میبخشه. همین کیفیت از این سرک چطور است؟ معیاری و استاندارد است؟ استاندارد است استاندارد است بیخی اسپیشال است دیگه. یکی بدلتان است. بله به شک به شک. این چقدر از رابندی و این چیزا جلوگیری کرده و چقدر به مردم سهولت ایجاد کرده؟ اینمی سرکایی که جور میشه کل روبندان و بیربار و اینمی کلش به مردم خوبی است خوب است که چی شوه روبندان کم شوه. خیر ببینی. حالا این سرک که دولت جور کرده. همین مسئولیت نگهداری از این پاک نگه داشتنش، محافظت کردن از این سرک مربوط کی میشه؟ مربوط شهروند میشه. باید خیلی ببینم. هر شهروند که یک چیزی که مثالش میخوره نباید که پوستش در سر سرک بندازه. اگر مثالش اگر خود آدم اصلاح کنه اول خود اصلاح کنه باید دوم مردم اصلاح کنه. دقیقاً. به خاطر که هم سرک پاک میشه و هم محیط زیست پاک میباشه. چقدر وقت میشه اینجا گل فروشی دیگه؟ اینجا تقریبا یک دو ماه میشه. خب تازه اومدی؟ بله. خوب گلام از دیگه، خوب گلکاری هم از خوب دیگه. صحیح. چطور از باز مردم اینجا خوب پذیرایی میکنن، نهال میخرن؟ والا خوب است فضل خدا خوب است ده پارسال و پیرسال ده گلدان بدیم که امسال باز اینجا جای گرفتیم دیگه نمیجا آمدیم دیگه خوب است فضل خدا خوبه. هم برای مردم خوب شد که یک جا و یک بله گلخانه بسازن. یک سرسبزی است سرسبزی و مردم از گل گلزاری خیر بینی. یک از یک طبیعت است. و این کمی نمود از این سرک شما کشیدین دیگه. ساعت بی ساعت بله. این که البته تا آخر ادامه داشته باشه. این باز بیخی یک کیفیت آه. دیگه داره دیگه. بله. خدا کمت نکنه. چی گفتنی پیام برای وطن دارای من داری؟ پیام می داریم که هر شهروند باید یک نیال دو نیال قرض کنه. هر نیال دو نیال قرض کنه که محیط زیست باید پاک شوه صفا شوه از آلودگی از آب و هوا بسیار جلوگیری میکنه این درخت گل گیاه. دقیقاً. همین بزرگای ما که نهال غرس کردن و فعلا ما از اکسیژنش استفاده میکنیم. ما و شما هم باید همین وظیفه را انجام بدیم که برای یک نسل بعد ما درختها بزرگ شده باشه و اکسیژن تولید بکنه، اونا ما را دعا بکنه مثل که ما بزرگای ما را دعا میکنیم. اینی بزرگا اینی که قرض کرده ما از او اصل میخریم باید ما قرض بکنیم که اونا حاصل خدا کمتون نکنه. خیلی خوشحال شدم که صحبت کردم. یک جان تشکر. بخیر باشین. شما از داخل گلخانه یگان تصویر تماشا بکنین. کبیر جان و کریمی صاحب امروز دو نفر آمدن برای حمایت میکنن و تصویر برداری میکنن و خدا دو تا استاد بزرگوار آمده دیگه. خب تصویرها باید هم تو زیبا و مقبول بیاید. شما تا از گلا و اینا یک تصویر تماشا میکنین. ان شاء الله باز ما در خدمتتون حاضر باشیم. خیرت بخیر است، خیرتی است، خیال داره. مزاحم قصایتان نشده باشه. نه مزاحم. همین دریورا که از در بین خوب رازا و خوب قصه دارن در بین خود. باز یگان تا که من مزاحمت میکنه باز میگه ما از جمله مزاحمان نباشیم. نه خوب هستین ان شاء الله. بخیر هستین. امروز صبح را چگونه آغاز کردین؟ دیگه والا صبح زیباست. ما رو پر انرژی بدین یا نه؟ ما خرج پر انرژی است. خیر ببینید. ما خواهد دیگه. خدا کمت نکنه کاکا. چقدر وقت هست اینجا دریوری میکنی؟ والا ما یک سال میشم اینجا است. یک سال. چطور از ده یک سال کار بود؟ همین مسیر میری؟ این مسیر میریم جنگلک پلیسا. خدا را شکر میکشیم در جنگلک میری؟ زو بغل موتر ما دونو بغل است. خب این موتر پل باغمی است کارت سخی است.
شک به خدای نخوای اگر پل باغبونی از اینجا میره که دیگه ما این تا گلوی دو خانه هر روز نرو نمیجا میره صبحی فقط تا 10 بجه از اینجا موترا میره پل باغبونی پل باقومی خدا کمت نکنه باز 20 روپیه میگیرن 20 روپیه میگیریم بله یا پل سرخ کارت 4 داریم 10 روپیه کرایش هست پل سرخ کارتی 4 در 10 روپیه کرایش هست 10 روپیه تقریبا خانه تون یک ماه میشه که ما رفتیم به نام سنگری صاحب یک آدم است مسئول تاکسی است و ما پیش ازی رفتیم با جا گفت شما یک کار کنید که رایتان مسیرتان نزدیک است همین کرا را کم کنید مردم بیچاره است خیر ببینید از اینجا تا اونجا در با خانه تان آباد همین مسیر شارنه هم که 20 روپیه شوه بسیار خوب میشه به خاطر که می چاروی ینگرام که میره 20 روپیه 20 روپیه شارنه و کازو کده کوتاه‌تر از 30 روپیه بالکل اونمو هم که 20 روپیه شوه دیگه برای مردم خیلی سهولت ایجاد خدا بزرگ است بیا دیگه کم کم جور میشه توکل وطن به انشالله الله. وطن جور شدم جورم میشه توکل به الله امروز موضوع ما هم درباره از اینمی سرک که ساخته شده یا سرکایی که ساخته میشه چقدر مردم رضایت دارن چقدر خوشحال هستن و ای که با چه کیفیت جور میشه والا سرکا ما خوش هستیم که سرک در افغانستان جور شود که در هر جای باشه این سرکای نمی سرک فکر کو گلای دواخانه بیرو بار چقدر زیاد بود خیر ببینید اونمو رو بیخی صفر کرده ما خوش شکر والا دولت گفتم پیشترم برد گفتم ما دولت امارات خوش هستیم خوب دولت است کار میکنن زورمن نیست باجگیر نیست کس بگیره دیگه خدا بزرگ است کاروبارم دیگه نه شکر میکشیم در هر حالتش همین جان ما که جور است همین همین سرکایی که ساخته میشه کیفیت از این سرک به نظرتون چی رقم است همین سرک که می هر روز دیگه فعلا خاطمی سرک این یک سال میشه تا حالا خونه معلوم نیست جور است دیگه بعدش خداوند خودش میفهمه که چه رقم میشه دیگه خدا خیرتون بده خیر باشه. چی پیام گفتنی برای وطندارای ما دارید برای وطندارا خوش آرام باشن سلامت باشن جور باشن خیلی خوشحال شدم بخیر خداوند در کار و بار رزق و روزیتان برکت بخیر اضافه باشه. کنه یک جان تشکر بخیر باشید. زنده و سلامت باشین تشکر صحبت های خود را می داشته باشیم وطندارای نازنین ما را بیننده باشین که در بین به این برنامه خود دیگه چی صحبت ها و چی قصه و چی پیام ها داریم ما را بیننده باشین سلام علیکم بیادر مونده نباشی خیر خیرت بخیر هستی جان خسته نباشی زنده باشی جان داری خوب هستی شکر انشالله بخیر باشی بیادر همین یک چیز بسیار جالب من سعی داشتم موتر 2 نفره صافی میکردین اینه چه دلیل بود حالا باش کنیم یک پاکرین به چی کنیم دیگه بگوری خیر همین از روی گلاسش خوردم بخیر باشی موتر که پاک نباشه باز کی میشه خدا کم تا تا نکنه باشه بشک مشتری چطور از کاروبارا چطور خوبه شکر است بد نیست نشه یک چیزه شکر است همین سرکایی که ساخته شده براتون سهولت شده نشه خیلی خوب یگانه کنیم این سرکا خیلی خوب شده خیر وقت بسیار از راه میرفتیم گلوی یقین بسیار ازدحام زیاد بود حالی بخیر خیلی خوب سمت کارتیجا سهولت خوب شده مسجد شده خیلی خوب شده بخیر بشک کیفیت از سرکا رو چطور میبینید حالا خوب است بد نیست خوب کیفیت جور خوب است ما تا حالا در سرکای خود به این رقم گروپا و چراغا و چیزا وقت نداشتیم حکومت زحمت میکشن بسیار زیاد حساب سرک بسیار زحمت میکشن دقیقاً همین آبادی خب برای خودم این ملت هست بسیار وظیفه ما چیست در قبال از این سرک یک ایتیوت دیگه چی کنیم باید ازش پاک نگهداری بکنیم نگهداری اینا خب اما مربوط که میگن شهر ما خانه ما اون رقم باید نگهداری کنیم چیزی نپرتیم از جای به جای تیر نشیم مردم ها بعضی بیادرها سر جدول تیر میشن موترها را اینا میگن که میخواد شهر خود همین ما گلدان هم خراب میکنن گلار هم خراب میکنن حالا هم خراب خدا کمت نکنه چی پیام گفتنی برای وطندارای ما پیام میخواستم پیام می است که باید در حساب شهر خود یک کم نظافت فکر کنن نظافت خوب چیزا باید جای نپرتن هر جای همین خداوند کمت نکنه پروردگار در کار و بارت برکت اضافه کنه یک جان تشکر خدا سلام علیکم سلام علیکم خوب هستی ان شاء الله بخیر هستی بخیر صحت خوب خیر بخیر هستی خیرتی است جانتون جور صحبت بخیر کوکو عاقبت بخیر چیال داری شکر فضل خدا چطور است کاروبارا کاروبارا شکر از میگذره خدا کمت نکنه والا بوتای ما بسیار متنوشت از شما کارتان کار خیر است دیگه کونه به نو است کونه میگیری نو میکنین صداقت است خیر ببینید خدا کمت نکنه همیشه میجی میبوشی دیگه بله کاکا خو من خو اگرچه خانه به من نزدیک است کاکا یکی از کسایی است که من خیلی دوستش دارم از کسایی است که همیشه ازش خاطره خوش داشتیم و همیشه که آمدیم همین تو با خوشحالی یک سلام علیک کردیم دوست خدا باشی خدا کمت بخیر نکنه باشی خیر نصیبت کاکا همین سرک که جور شده
این میوری هست نیست چقدر مردم ازش رضایت داره این- و دلتان هست یا نه؟ این سرک برای مردم بسیار سهولت وارد کرده. بسیار سرک خوب است در این منطقه. بروبر از این سرک های دیگه هم کم شده. همین موترها طرف شار میره، کلگش از همین طرف میره. خیلی ببینید از همین برچی که میآید کلش همین تو میره. وقت که بود همین گلای دواخانه سایه کتسنگی بسیار بروبر بود، از سر پول تر میشد موتر بیخی دو را سرک بندی بود. حال بسیار مردم با مردم سهولت وارد شده. یعنی سایه یعنی منطقه کلش راحت شدن از همین بروبر سرک. وقت که بود سابق سرک بسیار خرد بود، یک کوچه پرایی بود دیگه. بازی سرک دولت خیر بدونه آرام باشه. یعنی دولت سرک جور کرد برای مردم بسیار خوب شد. یک مریض میشد یا کس مریض می بود مردم ها مریض می داشتن یا یک کار عاجل و ضرورت عاجل می داشتن خیلی باید مسیر طی میکردن تا می آمدن در سرک. بسیار مشکلات داشت مردم در این باره. یعنی به مردم دقیق خوب سهولت داره. کیفیتش به نظرت چطور است؟ معیاری است یا نه؟ کیفیتش بسیار خوب است. یعنی سرک جور کرد. یکی اینمی بسیار در این منطقه اینمی مشکلات مردم داره که اینمی چارایی به جای است. در هفته یک تکر دو تکر اینجا میشه. مردم احتیاط نمیکنه. مردم به سرعت میآید، یعنی دالیز فکر نمیکنه. از اون یعنی تابلو هم زدگی است اینجا. تابلو را فکر نمیکنه. مردم هوایی میآید، اکسلراتور فول میآید، موتورسیکل میزنه، بایسیکل میزنه. در هفته یک تکر دو تکر اینجا است. حتما است. چی بگوییم که مردم ما چی پیام گفتنی داری برای وطندارای ما؟ به مردم یعنی دریورا که ببینه قانون مراعات بکنه، تابلوها را سعی کنه که کجا دالیز است کجا نیست. یعنی مشکلات مردم داره. باید فکر کنه، باید فکر ازمی باشه که خداوند کمت نکنه. بخیر باشی. خیر نصیبت. خداوند کار و بار رزق روزیت برکت بده. روز خوش. یک جان تشکر. زنده و سلامت باشین. بخیر باشین. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. خدا کنه که برنامه امروز ما برنامه نگاه نو با احمد نوید حیدری براتون خوش گذشته باشه و لذت برده باشین. ما تلاش ما، زحمت ما، کوشش ما به می است که البته ما کریمی صاحب و کبیر جان هم خیلی زحمت میکشن، خیلی شاتای مقبول براتون میگیرن. زحمت ما به می است که شما از برنامه‌های ما لذت ببرین، بتونیم همین زیبایی‌های کابل را، سرکایی که جور شده، ساختمانایی که ساخته شده، کارهایی که زیر دست هست و پروژه هایی که زیر کار هست، اینا را به موجه احسنش بر شما به تصویر بکشیم و وظیفه ما هم امی است. کبیر جان سرک خو میبینی نام خدا که چی یک سرک است. خدا کنه که برنامه امروز مورد پسندتان قرار گرفته باشه. تا برنامه بعدی که من احمد نوید حیدری با یک گزارش دیگر در برنامه نگاه نو در خدمت شما حاضر میشم. شما را به الله بی‌نیاز میسپارم. خداوند یار و مددگارتان. وفقکم الله.